میخوایم امروز بریم برایتون. این یا این؟ برعکس گرفتم. این یا این؟ وایستا دیگه. این به لباسم بیشتر میاد. بچه ها کیف گرفتم. چه کیفی. بذارین نشونتون بدم. خوشگله نه؟ ساحلی صدف خیلی قشنگه. و لباسم هم که خنک خوشگل ساحلی. بیکینی من زیر پوشیدم. میخوایم بریم ساحل. با من بیا. از شانس خوبمون اتوبوس همون لحظه رسید. خطش هم 273 هستش. از شهر کراولی به برایتون. من از لندن نرفتم، از کراولی رفتم. اینجا هم یه قطار بزرگ رد شد. اتوبوس رو نگه داشتن تا رد بشه. بچه هزینه‌اش با قطار 13-14 پونده ولی با اتوبوس 3 پونده. اینجا هم منظره خیلی قشنگ بود ولی صدای بچه پدرمون رو در آورد. این خیلی سخت بود اینجاش. من رسیدم. ایستگاه اتوبوس دقیقا اون بالا نگه داشت. اینجا دنیای بازیشه. اونجا ساحلشه همونطور که میبینین. بعد از ساحلش که میری بالاتر بار کلاپ دیسکو، بعدش رستورانه. همینجور جای خیلی جای قشنگی شلوغه. الان البته الان وسط هفته است چون آفتابی ملت ریختن بیرون. 2 پوند ورودی شهر بازیش بود. الان بریم داخلش. چون مغازه کوچولو دارم پشت سر من میبینید همه چی میفروشن. اینم ساحلشه که همه در حال آفتاب گرفتنه. دریاشه. جلوترم شهر بازیشه. بریم. قبل از شهر بازیش اولش اینجا میام بازیش، بعدش میرم شهر بازی. سری پیش من این کلبه وحشت رو رفتم. افتضاح بود، اصلا ترسناک نبود. تجربهشو دارم. از این خیلی خوشم میاد. دوست دارم سوارشم. ترنشه. چیزی دیگه از بچگی عاشق دنیای بازیم. بازارچشه یه چند تا مغازه کوچیک داره. مغازه‌های زیاد بزرگ نیست. با من بیاین. یه همچین چیزای یادگاریایی داره. از اینا می‌بینین؟ بیاین. چقدر خوشگله. مثلا داخل مغازه تقریبا 5-6 تا مغازه است. از این سنگا Sorry. اینجا منو میدین یاد چی میندازه؟ یاد بیوک آدا بود تو استانبول. دقیقا مغازه شبیه اونه. خیلی شبیه. بیاین. مثلا این گرداننده رو نگاه کنید چه قشنگه. ببینین اینجوری بازار شده. این ورشم که ساحله. این رو به روی ساحل قشنگ بازارچه دارم برای خودشون. ساحله بیاین با من. این صندلی ها رو کلا اجاره میدن. آبی ها 5 پونده. این بزرگا که میخوابن روز اونا 10 پونده. یعنی اجارهشون ندی نمیتونید ازشون بردارید. بیاین تابلوشو زده. ببین 5 پوند. اونه 10 پوندینه. این نمیدونم چیه. 9 پوند 7 پوندم لباس عوض میکنم فکر کنم چیه. نمیدونم انگلیسی بلد نیستم بخونم. خودتون بخونید. ساحل قشنگه ولی من ساحل و سن دوست دارم. این سنگه پا رو اذیت میکنه. بچه ها وقت کنار با هم بریم کنار کنیم. حال
آرایشم هم رفت. انقدر موج منو کوبید این ور اون ور، کل همه جام سیاه و کبود شد. بذار یه دونه ریمل بزنم. آینم ندارم، با گوشی دارم میزنم. روژم رو زدم، روژگونه زدم، از زیرم ضد آفتاب زدم. موهام فعلا خشک نشده. یه دونم ریمل بزنم. بعد مرحله بعدی ناهاره. واقعا خیلی گشنمه، نمیدونم باید چی بخورم. ناهار ریملم رو بزنم. خیلی سعی کردن دارم اینجوری باز نکنم، چون همیشه دختر ریمل میزن اینجوری هم. ولی من باز نکردم. اینم از ریمل. آره شد. بچه ها کنار خیابون غذای دریایی هم داره اینجوری میفروشن. من که اصلا دوست ندارم از اینا. میگو ماهی فکر کنم خام میدن. من بدم میاد اینجوری. اومدیم اینجا، این رستوران اسمشو نمیذارم چون من هیچی پسند نکردم. دوستم پیتزا گرفت، به خاطر ویش اومدم ولی نمیخورم. من میرم اونور. یه بار برگر خوردم اونجا اسمشو میذارم. ولی اومدم اینجا برگر خوردم. برگرش خیلی بهتره. چون سری پیشم اومده بودم برایتون، همینجا اومدم برگر خوردم. باورتون میشه از اون پیتزا دوستم هیچی نخورد. 2 تا خورد تمام. وای انقدر دوست دارم از این چیزا. علاقه خاصی دارم به اینجور چیزا. دستبنداشو ببینیم بچه ها. اینو سنگان اشکلن نه؟ همه جای شهر گوشه به گوشش از این چیزا میتونیم ببینیم. خیلی جای خوشگلیه. اینو برای چی نمیده؟ مثلا اینا رو نگاه کنین، سنگا رو، یا مثلا اینا رو. گوشواراشو میبینین؟ پره. الان من یکی مثل اینو تو گوشم دارم. آره انگشتراشو. اینم تتوه، دارم بیرون تتو میزنن اینجوری مینیمال اکسن ترهاشون. اینم که طراحی چهره است، من چهره میکشم. اینجا هم بافت آفریقاییه. اینم هنرنمایی عزیز.
اینجا هم کار دست میفروشه، یعنی اینا رو خودشون درست کردن آوردن دارن میفروشن با کلاه. موقع برگشت وقتی هم که برمیگردی 273 سوار میشی برمیگردی